up, guys? I'm Nima, and you're watching Nima Nas TV. So today I'm going to be pranking my mom. Sorry, Maman, but basically I'm going to tell her that I smoke and sell drugs, and I've always wanted to do that to see what she would do. And if anyone knows my mom, knows that she thinks like everything's a drug. Alright, believe me, I am nervous as shit right now, but this should be good. I hope you guys enjoy. Peace. Maman. Yeah. Man. بیا یه دقیقه. بیا یه دقیقه تو. بعد حرف بزنم. در ببند. چه حرف بزنیم؟ به تو. چرا؟ به اینکه چی شده؟ فقط در ببند. چی شده؟ هیچی، فقط بشین. انقدر که حرف بادن نمیزنه یه موقعی حرف بزنم شک میکنه. خیلی خب. چی شده؟ نه این من میدونم که مثلا تو یه ذره میخوام سیریس باشم. یه چی مثلا؟ الان میخوام سیریس حرف بزنم. بگو. میدونم که تو مثلا خیلی چیه مثلا دراگ دوست نداری. خب. میدونم که مثلا نمیخوای ما رو امید بکنی چیه مثلا. پس من باید الان بگم مثلا من ماریجوانا میکشم. ماریجوانا میکشی؟ یعنی چی؟ بعد بگم مثلا کی میکشی؟ مثلا همیشه. کجا میری میکشی؟ به دوستان. به بابات گفتی؟ نه این بعدا میگم. که چی؟ ها؟ چه اصلا نه خوشحالم. چیکار کنم؟ بابات همیشه گفتیم. کجا میری بعدم میکشی؟ بعضی موقع هم میفروشمش. راست میگی؟ آره. خاک بر سرم. بعضی موقع پول ندارم. خاک بر سرم. راست داری میگه؟ داری آره. چک میکنی؟ نه. امید چی گفتی؟ نه. اونم نگو. یعنی چی؟ ها؟ یعنی چی؟ کجا میری میفروشی؟ به آدمای دور بر اینجا. خاک بر سرم. تو این دوست داری که بقیه بچه مردم معتاد بشن؟ کی تا این کار میکنی؟ چند ماه؟ فقط همین فقط مونده بود برامون. یعنی بگی الان بابا تو خودش خورد میشه میریزه پایین. کی تو رو به این کار کرده؟ دوستم. دوستت کیه؟ نمیدونیش. هی بهت میگیم نرو با این دوستا. میگی میدونم. میدونی که چقدر کار زشتی این کار؟ میدونی؟ که این کار از نداشتن پول رفتی تو این کار؟ آره یه ذره. چرا؟ بابات کم بهت داده؟ آره. بابات کم بهت داده؟ کم برات خرج میکنه؟ نه مثلا یه دونه ریزن دیگه هم که دارم میکنم که به اینکه فکر کنم وزنم میاد پایین. نه خیلی بی خود میکنی. مثلا میگیش هرچی بگیش کی میگه خود کسی که بگم نشه وزنت پایین. خیلی فتم. فتی رژیم بگیر. مثلا دیگه the only way که میتونم lose weight بکنم که اگه ماریجوانا بکشم. نه بیا منو بکش تو بعد بیا بکش. این حرفا نزن. تنها اونلیکی کدوم گوهی کثافت این حرفتو زدی که تو بکشی که وقت تو بیای پایین وزنت بیاد. اومد پایین تو این چند ماه؟ نه. یه باید همیشه بکشی؟ چیکار میکنن ماریجوانا رو؟ همون که میرفت همیشه خون دوستت میرفتی؟ نباید بریم. میگفتم نرو اونجا. میگفتی فقط نه هیچ چیزی هست. نه اون هیچ ربطی به اون نیست. که میگفتی ماریجوانا همیشه من بحثی میگفتی خوبه. میدم ماریجوانا که همیشه میگفتی خوبه. No man. گراس ماریجوانا. Grass needs marijuana. I don't like doing it. نه هرگز. I don't like it. ولی میدونی یه چیزی که دوست دارم like something that I like که چطور نگفتیم ما چند ماهه دقیقاً؟ مثلا 6 ماه. 6 ماه داری میری میکشی. کجا میری میکشی ما نمیفهمیم. با آدمای دیگه که نمیدونی. کیا میری بیرون؟ هر وقت که میرم بیرون. انقدر نمیری بیرون. در هفته چقدر میکشی؟ در روز چقدر میکشی؟ مثلا 3 بار 4 بار. خاک بر سرم میکنن لاکی.
من میدونی چیزی خوب هست ولی براش یه چیزی که خوب هست که دارم جوک میکنم. I'm just joking. hey. Camera اونجاست. Camera ببینی؟ Yes. Camera. آره. I love you. You love me. I am very happy. I love you. I'm joking. No. It's just a joke, you No. fat. No. No. Oh man. یعنی Are you crazy? اصلا تو خودم خوب شدم.